السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزتمند، با خدا عیب ده بسیاری مردم میان به مرو 90% نماز نمیخونه، 100% قرآن خوانده نمیتونه. یعنی هر انسانی که نماز نخوند از درگاه الهی یعنی شفا را انتظار نباشه هیچگاه، بخاطری که الله میفرماید که نسوا الله فنسیهم، هر کسی که الله را فراموش کرد الله نیز او را فراموش میکنه. وای بر حال همون شخصی که الله را فراموش کرد، الله او را فراموش کرد. از درگاه الهی برای او یگان رحمت نیست، یگان مغفرت نیست، یگان توبه نیست تو اینکه رجوع به سوی پروردگار نکنه. الله میفرماید که واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بعد از آن روزی که برمیگردی به سوی پروردگار.